امیر تتلو متولد 3 شهریور 1366 در تهران با اصالتی آذری متولد شد. امیر تتلو در یک خانواده 5 نفره در محله مجیدیه تهران به دنیا آمد. مدتی به خاطر شغل پدرش در رشت زندگی کرد. امیر به علت وضعیت مالی خانواده از نوجوانی کارگری کرده است و 2 خواهر بزرگتر از خود دارد. امیر تتلو مدتی در کارگاه نجاری و مدتی هم در یک سوپرمارکت شاگرد بود. تحصیلات امیر تتلو دیپلم ریاضی است. به گفته خودش رفیق باز، لجباز، یدنده، مهربون، احساساتی، بددهن، غیرتی و در مسائل مالی بیخیال است. امیر تتلو علت انتخاب این لقب میگوید یک اسم ساختگی است، معنی خاصی ندارد و قصد او انتخاب لقب خاصی که تنها مختص خودش باشد بوده است. امیر تتلو موسیقی را با سبک رپ